ادامه جنجال ها بر سر نتایج انتخابات حدود 2 هفته پس از اعلام نتایج نهایی. دادستانی کل افغانستان میگوید نتیجه انتخابات پارلمانی باطل اعلام شود. لوی څارنوالي جمهوری اسلامی افغانستان آرزومند است که محاکم محترم کشور حسب تقاضای قانونی ملت به لغو نتایج نهایی انتخابات و مجازات عاملین این روند حکم صادر نموده تا باشد که باعث زجر خودشان و عبرت دیگران گردد. واکنش کمیسیون رسیدگی به شکایت انتخاباتی در برابر این گفته ها تند بود. مقام های این کمیسیون از فشارهایی میگویند که در چند هفته گذشته با آن روبرو بودند. فشارهایی که به گفته آنها انگیزه سیاسی دارد. کمیسیون شکایت انتخاباتی بر مبنای قانون عمل کرده است، اما اگر نهادهای دیگری به خود اجازه دخالت در کار کمیسیون شکایت انتخاباتی را میدهند، خب شاید استنباط این باشد که انگیزه های دیگری شاید در کار باشد و از جمله احتمال دارد که انگیزه های سیاسی پشت سر این مسئله ها نهفته باشد و یا هم انتقام گیری های سیاسی. نتایج نهایی انتخابات پارلمانی افغانستان حدود 2 هفته پیش اعلام شد. شکست نامزدان پشتون در ولایت غزنی، حذف شمار از طرفداران رئیس جمهور کرزی از فهرست برنده ها و حضور گسترده اپوزیسیون در پارلمان آینده از موارد است که به باور بسیارها سبب افزایش جنجال ها بر سر انتخابات پارلمانی افغانستان شده. کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی اما میگوید در صورت ادامه فشارها دست به دامان نهادهای قضایی خواهد شد. در صورتی که نهادهای بخواهند از طریق تهمت، افترا، سعی در بدنام کردن کمیسیون شکایت انتخاباتی کنند، در این صورت این کمیسیون این حق را به خود محفوظ می‌داند که به محکمه با صلاحیت اقامه دعوا بر ضد چنان کسان یا نهادهای بکند. انتخابات پارلمانی افغانستان زیر سایه تهدیدهای گسترده امنیتی برگزار شد. شمار شرکت کننده ها در انتخابات چیز بیشتر از 4 میلیون اعلام شد. در کنار نماینده های پیشین، شمار زیاد چهره های جدید نیز به پارلمان آینده افغانستان راه یافتند. ندا فرهد، BBC